این عینو است و اینم احمد. عینو در معاملات روزمره از پول نقد استفاده میکنه و احمد از خدمات دیجیتالی پولم استفاده میکنه. ببینیم از این دو نفر کی راحت است و کی سرگردان. پیسه چند شد؟ 160 روپیه. پیسه ناچار از چیره 50 رو در پیدگان بده. هی جیبی زیاد جنجال زیاد. خوبش با پولم خریداری آسان شده. سهولت و خدمات سریع پولم، برداشت و ازدیاد پول، تحویل بل برق، ازدیاد کردیت، ارسال پول، خریداری اجناس، دریافت ماشات. برای معلومات بیشتر به شماره 2220 به تماس شوید.